من یک عضوی شهروند تاجیکستان از ناحیه وخش بودم مصر شعر گفتنیم زیبا وطن باغ و چمن خلقی پریشان انجمن وحدتگرا وحدت طلب بر وحدتستان آمده است. ما امروز پریشانی خود را چون خلق پریشان جمع آمدیم، دولت خود را بنیاد کردیم، دولت خود را آباد کردیم با سروری من رئیس جمهوری خود. انا امروز لیکن از طرف شخصان پیدا شده ایستادن. من در ولایت بدخشان انا محمد باقر که بر ضد همین خیل دولت آرام و دولت بیشتر آسا من گروه تشکیل کرده، انا ضدیت نشان داده، خلق را ناآرام کرده، یک ولایت را ناآرام کرده. این البته این بخشنده نیست. در نزد قانون، در نزد کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان هر کسی که جنایت کرد، هر کسی که خیانت کرد باید او جواب گوید. برای همین من از جوانان ولایت بدخشان دعوت به عمل می‌آورم که به هر یک افراطگرایی داده نشوند، برای آبادی وطن، برای تنجی آرامی وطن کمر همت بندند.